تصور کن خیابان‌های شلوغ پر جنب و جوش ایتالیا 300 سال پیش بوی نان داغ در هوا پیچیده، آتش تنور را می‌سوزاند و مردم در هر گوشه منتظر خوردن غذای ساده و خوشمزه‌شان هستند. اما چیزی در حال اتفاق افتادن است که هیچ کس به آن توجه نمی‌کرد. چیزی که قرار است دنیا را تغییر بدهد. درست حد زدی. پیتزا. حالا فکر کن نانهای تخت ساده با گوجه فرنگی و پنیر تازه. این غذای ساده از همون ابتدا شروع به گرفتن دلها می کند. اما هنوز هیچکس فکر نمی کرد که روز این نانهای ساده تبدیل به یکی از محبوب ترین غذاهای دنیا بشود. در 1889 در یک روز خاص در تاریخ ایتالیا، ملکه مارگاریتا از ایتالیا تصمیم میگیره به شهر کوچکی سفر کنه. نانوای ماهر رافائل اسپوزیتو در این روز بزرگ یه پیتزایی درست میکنه که فقط در یه ملکه آماده میشه. پیتزایی که با گوجه فرنگی، پنیر موزارلا و ریحان تزیین میشه و رنگ‌های آن شباهتی به پرچم ایتالیا داره. قرمز و سفید و سبز. پیتزای مارگاریتا متولد شد. این پیتزا نه تنها در دل ملکه جا پیدا کرد، بلکه به تمام ایتالیا راه پیدا کرد. از آن روز هر کس می توانست طعم ایتالیا را بچشد و به یک تجربه جهانی تبدیل شود. اما پیتزا فقط در نرسه ایتالیا باقی نماند. در سال 1905 وقتی مهاجران ایتالیایی به آمریکا می آیند، پیتزا نیز به همراه آنها به نیویورک رسید. اولین پیتزا فروشی در نیویورک با نام لومباردی افتتاح می شود. اینجا بود که پیتزا از یک غذای محلی تبدیل به یک تجربه جهانی شد. در کمتر از چند دهه پیتزا تبدیل به بخش از فرهنگ آمریکایی می شود و طرفدارانش در سراسر دنیا افزایش می یابند. امروز داستان پیتزا از مرزها فراتر رفته است. پیتزا از سبک‌های ایتالیایی و آمریکایی به نقاط مختلف دنیا رسیده و هر کشور را فرهنگی نسخه خاص خود را از پیتزا دارد. از پیتزای پپرونی نیویورکی تا پیتزای هاوایی استوایی و همینطور پیتزای دیپ پیش شیکاگو. پیتزا فقط یه وعده غذایی نیست، بلکه یک تجربه جهانی است. پیتزا امروز در هر گوشه یا دنیا سفر کرده و در دستهای شماست. به هر کشوری، بر هر شهری، هر جایی که باشید، پیتزا همیشه منتظر شماست. درست مثل یک دوست وفادار، داغ، خوشمزه و همیشه خوشایند. اگر این داستان جذاب رو دوست داشتی، میخوای بیشتر از این داستان شگفت‌انگیز و هیجان انگیز بشنوی، حتما کانال ما رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو لایک کن. با این کار میتونی همیشه از داستان جدید و جالب مطلع بشی. پس منتظرین تا با هم لحظات هیجان انگیز بیشتری رو به اشتراک بذارین.